سلام دوستان خوبم، همکاران عزیزم. من پیمان صمیمی هستم. در ادامه اپلای کردن برای رشته رادیولوژی در کشور کانادا، خب بعد از اون مبحث قبلی که راجع به اسسمنت و اینکه چگونه ما مدارکمون رو اپلای کنیم و چگونه ما مدارکمون رو بفرستیم برای CAMRT صحبت کردم براتون. امیدوارم که کامل بوده باشه. بعد از اون خب سوالاتی مطرح شد که خب حالا چطور ما امتحان بدیم، اصلا امتحانش چی هست، چی جوری هستش و چی باید بخونیم. باید خدمتون عرض کنم که امتحان CAMRT که عرض کردم یک امتحانی است که به شما اجازه میده که اگر ورک پرمیت داشته باشید با هر استاتوسی، اگر اجازه کار در کشور کانادا داشته باشید، می توانید با قبولی در این امتحان به عنوان کارشناس رادیولوژی یا MRI یا هر چیزی شبیه این کار کنید. و قبولی در این آزمون، بازم تکرار میکنم، به مفهوم مثلا شما اگه ایران امتحان دادید و قبول شدید، این مجوزی نیست برای شما که در کشور کانادا بیاید کار کنید. حتما باید اجازه کار رو از قبل داشته باشید با هر استاتوسی، دانشجو، ورک پرمیت، نمیدونم حالا اسپانسرشیپ، جاب آفر یا هر چیز دیگه. خب در کشور کانادا کلاً به این قبولی در این امتحان CAMRT رو بهش میگن اخذ سرتیفیکیشن در واقع CAMRT که شما اگر داشته باشید میتونید کار کنید به عنوان کارشناس حالا پرتونگاری در مجموع. در اون دفعه قبل هم بهتون گفتم به ماها میگن IEMRT یا همون International در واقع Educated Medical Radiation Technologist یا MRT بهمون میگن. حالا ما خودمون که IE حساب میشیم، ولی اونایی که در کشور کانادا هستن خب MRT هستن چون اونا مقیم هستن در واقع. یک سری مسائلی هست در این امتحان. یکی این که این امتحان 185 تا سوال 4 جوابی هستش. در 3 تا مبحث بزرگ طبقه بندی میشه این امتحان. میزان اهمیتش رو که هر مبحثی چقدر اهمیت داره و ما چقدر باید وقت بذاریم و در این قسمت بلوپرینت بهمون داده. در می 2024 یعنی همین یک ماه پیش، یعنی اردیبهشت 1403، این بلوپرینت تغییر کرد. اومدن یک سری تغییرات رو درش دادن. نمیگم سخت ترش کردن، ولی یه ذره خب در واقع به قول خودشون ترین بیسش کردن. حالا ما با هم میریم ببینیم که این اگزم بلوپرینت ها چی میگه. ما خب حالا چون بیشتر درخواست ها حول محور رادیولوژی هستش و حالا چون رادیوتراپی در واقع پزشکی هسته‌ای و MRI رو هم داریم اینجا، ولی ما بیشتر بحثمون در رابطه با رادیولوژی هست که من خدمتون اینو باز میکنم. ببینید نوشته که اجراش از می 2024 این جدیدش به اصطلاح هستش. که فقط خواستم بدونید که چجوری میتونید به این برسید و این رو مطالعه کنید. نوشته چند درصد از چه مبحثی میاد، مثلا چقدر اهمیت داره. بعضی از مثلا آقا اینجا نوشته که بحث حالا رسپیراتوری سیستم، وزن اون سوالاش یعنی میزان تعداد سوالاش زیاده. اسکلتال مثلا MSK در واقع زیاده، باز بحث فرکچرها و اینها. تو کاردیوواسکولار نوشته مثلا مدیوم میادش یا فلان، یا مثلا یورینری سیستم میگه که مثلا کم میاریم ازش، سوال ازش کم میاد، مثلا معمولا یه دونه 2 تا مثلا ازش میاد. از این 185 تا سوال که خدمتتون عرض کردم، در واقع چیزی که خودشون میگن شما اگر 135 تاشو درست بزنید پس میشید. منتها چیزی که تا الان من متوجه شدم با مطالعه نزدیک به شاید 8-9 تا امتحان، پرسجو، تحقیق از کسایی که امتحان دادن، تجربیات خودم، به یک چیزی رسیدم. اون بحث 135 تا رو به صورت کلی من خدمتون عرض کردم، ولی در عمل
معمولا با توجه به که اینا یک روش خاص تصحیح سوال دارن که شاید بشه بگیم شبیه همون روی نمودار بردن در قدیم، اگه یادتون باشه در زمان دانشجویی امتحانات سخت رو می‌بردن روی نمودار و بر اساس اون نمره دهی می‌کردن. اینا تقریبا همون جوره، 7-8 نفر یا یک کمیته ای از افراد خبره رو در واقع دور هم دیگه جمع میکنن در حوزه ایکس ری یا حالا MRI رو. بعد از امتحان البته این کمیته میاد این سوالا رو بررسی میکنه و بهشون نمره دهی میده، مثلا میزان سختیشون رو بررسی میکنه. بعد مثلا معمولا بین 15 تا 20 تا سوال هستش که هم امتحان دهندگان در واقع توش مشکل داشتن و نمره خوبی نیاوردن و هم اون کمیته‌ای که داره بررسی میکنه میزان سختی اینها رو زیاد میدونه و غالبا دوستان بین 15 تا 20 تا سوال خود به خود حذف میشه. در نتیجه این به نفع ما میشه و میزان قبولی شما مثلا میشه به جای 135 تا با 117 تا سوال 118 تا سوال شما پس میشید این امتحان رو. پس این یک خب حسن جالبیه که این داره. در ارتباط با امتحان و اینکه چی بخونیم و چه کار کنیم، حالا من یکی باهاتون میرم جلو. ببینید اینجا خب یک مبحثی داره. اول رجیستریشن در این اگزم هستش که میگه شما از این طریق باید برین و ثبت نام کنید. اول بایستی که خب فارغ التحصیل رشته مربوطه باشید یا به یک شکلی قانع کنید اون کسی که داره بررسی میکنه پروندهتون رو که شما دانش کافی رو دارید. مثلا میگم من اگه بخوام الان برای MRI اقدام کنم، خب تجربه و بک‌گراند MRI رو دارم در ایران، ولی سیلابس‌های آموزشی مثلا کافی نیست. نگاه میکنم اینا سیلابس‌های آموزشی کسایی که کارشناسی پیوسته در ایران گذروندن در سال مثلا 1390 به بعد، خیلی قوی تر سیلابس‌های آموزشیشون، اون دروس MRI و تکنیک‌های MRI و اینو خوندن. ولی مثلا منی که مثلا در دهه 80 مثلا فارغ التحصیل شدم اینها رو نه. پس اینا میان چیکار میکنن؟ یک سری شروطی میذارن، میگن شما باید این دوره رو بگذرونین تا چیز بشین. و این فارغ التحصیل شدن و مشمول این در واقع چیز بودن برای 5 سال گذشته بایستی باشه. یعنی این مهم نیست که شما اگه بگین شما 5 سال گذشته من کار نکردم ولی قبلش 1000 سال مثلا تجربه دارم، از شما قبول نخواهند کرد. اینجا باز اشاره کرده که زمان امتحان 4 ساعت هستش، 185 تا سوال تستیه، 3 بار در سال برگزار میشه، در ماه ژانویه، ماه می و ماه سپتامبر که میشه حالا فکر کنم دی ماه، اردیبهشت ماه و مهر یا حالا آخر شهر. و در 2 روز اینها در واقع در همون تایم ارائه میشه، یعنی مثلا 14 و 15 ژانویه، مثلا 15 و 16 می و به همین ترتیب. خلاصه در 2 روز هستش. به 2 روش میتونید امتحان بدید. هم کامپیوتر بیس هستش که آنلاین محسوب میشه توسط یک شرکتی هست به نام یاردستیک که آمریکایی هستش. ایران رو تحریم کرده. اگر بخواید از ایران، خب چون آمریکایی دیگه، اگر بخواید از ایران امتحان بدید باید با فیلتر شکن وصل شید. اونها اصلا کاری بهتون ندارن، نمیخوان اذیت کنن، فقط قانون رو میخوان رعایت کنن دیگه. میگن از ایران شما نباید باشید. البته کسی که کمتر پیش میاد این ریسک رو بکنه بخواد امتحان آنلاین رو از ایران بده به خاطر مشکلات و سرعت اینترنت که اونجا باهاش درگیر هستید و اینا. و یه در واقع راهنمای آمادگی برای آزمون اینجا گذاشته. حالا رجیستر کردنش که خب میرید اینجا ثبت نام میکنید و یه هزینه‌ای داره پرداخت میکنید و هزینه‌اش هم من خدمتتون بگم فعلا در حال حاضر $1000 هستش و بابت هر بار امتحان دادن. شما کلاً 4 بار در طی 5 سال میتونید امتحان بدید. اگر این 4 بار رو قبول نشید دیگه از نظر اونها شما دیگه قابلیت رو ندارید که بخواید چیز کنید. در رابطه با به اصطلاح روش آمادگی برای این امتحان، تا یادم نرفته خدمتتون عرض کنم که داشتم عرض میکردم
2 روش هست برای امتحان دادن. یکی اینکه آنلاین هستش، یکی هم حضوری میتونید تشریف ببرید در مراکزی که اونها معین کردن در شهرهای بزرگ مثل تورنتو، ونکوور، در خود کانادا و البته در کشور قطر برای حوزه خاورمیانه اگر بخواید که حضوری انجام بدید. اینجا یک آمادگی برای راهنمای آمادگی برای در واقع این امتحان رو گفته که عموماً سورس ها رو میاد معرفی میکنه اینجا که شما باید چه سورس هایی رو بخونید. خب در رابطه با ریسورس ها ببینید، اولین چیزی که اومده ارائه داده گفته یه پرکتیس اگزم هست من به شما میدم، قیمتش $75 هست، من به شما میفروشم. 100 تا نمونه سوال هستش از در واقع یک نمونه واقعی و شبیه سازی شده آزمونی که من میخوام به عنوان CAMRT از شما بگیرم. این آزمون بسیار مفیده، این آزمون بسیار شبیه به آنچه هست که شما بایستی بخونید و آنچه که از شما میخوان در اون آینده. بعد اومده گفته که خب یه سری تکست بوک هستش من به شما میتونم معرفی کنم. ببینید در قسمت رادیولوژی رو انتخاب میکنید که ببینید که چه تکست بوک هایی هستش که شما بایستی بخونید برای امتحان. که خب اینجا ملاحظه میکنید مثلا برای رادیولوژی این کتاب هستش. بعد حالا مثلا کتابایی که برای ما آشناست بیشتر بوترگرز هستش. بعد خدمت این ایمیج آنالایزیس هست، خیلی مهمه. و مریل هست، این سیتی کتاب سیتی هستش، تورس هست و پروتکشن. منابع زیاده واقعیتش. خب کسایی بودن که اینها رو خوندن و پاس هم شدن و قبول شدن، ولی خودش اومده میگه که یک کورس آمادگی برای امتحان براتون میذاره در اینجا در سایتش که شامل 3 قسمت هستش. یکی پروسیجرها و پاتولوژی های رادیولوژی هست، یک کورس دوم پیشنت منیجمنت هستش و کورس سوم در واقع یه جوری فیزیک و حالا فلوروسکوپی و دیجیتال ایمیجینگ و چیزای این شکلی هستش که خب بعد از اینکه شما ثبت نام کردین در سایت CAMRT به مبلغ $350 هر کدوم از اینها رو میتونید بخرید. کورس آنلاین هستش. حالا چون خیلی براتون گنگه این، من از یک از دوستان که داشت خواهش کردم یوزر آیدیشو ازش گرفتم و این رو اونجا در واقع میتونید نمونهش رو ببینید. منتها زیر این اومده اشاره کرده که این کورس ها الزاماً یک نگاه مثلا جامعی نیست برای اون کانتنتی که شما باید بخونید، ولی به هر حال اون چیزی که من CAMRT از شما میخوام درش نهفته است. اگه بتونید همینا رو کامل و دقیق بخونید قطعاً قبول خواهید شد در آزمون. خب من دیگه حالا یوزر پسورد رو اونجا زدم و اومدم توی سایت ایولو. این 3 تا کورسی هستش که آنلاین به مدت 3 ماه بیشتر روی سایت نخواهد بود. بابت هر کدوم $350 شما خواهید داد. من به ضرس قاطع و با اطمینان میتونم بگم این کورس 100% سوالاش تضمین میکنم که در امتحان بیاد. خیلی جامع و مفیده. این پیشنت منیجمنت هم 95%ش از توی همین میاد، ولی این حقیقتش این فیزیکه و حالا دیجیتال ایمیجینگ و در واقع فلوروسکوپی و فیزیک سیتی و اینها یک مقداری از این، مثلا من میتونم بگم حدود 60% سوالای این مبحث در این کورس قرار داره. و چیزی که تا الان من متوجه شدم یه چیزی حدود 140 الی 150 تا سوال CAMRT آزمون از توی همین 3 تا کورس میاد. خب
به نظر من میارزه آدم وقتی که میخواد روی مثلا 10-12 کتاب قطور بذاره، اونم به زبان غیر مادریش، بیاد این کورس ها رو بخره و همین ها رو خیلی خیلی دقیق و با سواد بخونه، نه اینکه حفظ کنه یا مثلا چیز کنه، چون هممون به هر حال یه بیسی داریم، ولی این از ما یک سری سوال، من بعدها اگه فرصت شد بهتون میگم چه سوالایی میدن که یک مقداری نیاز داره واقعا آدم علمشو داشته باشه. تنها این دانستنی اینها کافی نیست فقط. خب سرتون رو درد نیارم، بریم ببینیم چه مباحثی داره هر کدوم از اینها. این کورس خب اینجا ببینید به این شکل هستش که چند تا ماژول داره، حدود 19 تا ماژول داره که هر ماژولش در رابطه با یک میاد. اول از آناتومی شروع میکنه، آناتومی جنرال به شما میده که در واقع میگه که مثلا به این شکل بادی پلن ها چیه، فرض کنید از بیس شروع میکنه دیگه، هوریزونتال چیه، نمیدونم اوبلیک چیه و اینها. اون چون در نظر میگیره که ماها هیچی رو الان نمیدونیم. پوزیشن ها چیه، مثلا فرض کنید که متد ها چیه، چه فرقی میکنه مثلا با پوزیشن، اکزیال به چی میگن، تانجنسیال به چی میگن، و همینجوری میریم جلو. باز دوباره میاد استخوان‌شناسی رو بررسی کلی میکنه، نه خیلی ریز. مارکینگ ها رو میاد بررسی میکنه که خیلی مهمه. بعد پوزیشن ترما رو که خدمتون عرض کردم، هم به صورت فیلم داره هم همه چی. بعد میره وارد بحث خیلی مهم و اساسی در واقع چست و در واقع آناتومی چست، نمیدونم خدمتون که عرض کنم تصویربرداری چست و چیزهای این شکلی میشه. خیلی خیلی مبحث مهمیه چست. اینا خیلی هاش هم به شکل PDF هستش که شما دانلود میکنید و در واقع بذارین حالا یکشون نشونتون بدم به چه شکلی هستش که کپی رایت هم رعایت بشه، که خب کرایتری های چست رو میگه باید چست چی جوری باشه که قابل قبول باشه. این خیلی مبحث مهمیه در امتحان CAMRT و همیشه این صفحه همیشه ازش یه دونه سوال میاد همیشه. خدمتون که عرض کنم دیگه، بعد رفرنساش هم که معرفی کرده که از کجا آورده اینها رو. همینجور این مباحث خلاصه تکرار میشه و چیزای جالبی داره در کل. یه بحث ایمیج آنالایزیس داره، این خیلی مبحث جالب و مهمیه. خیلی سوال از این میاد. این مربوط به کتاب مککولین هستش، ایمیج آنالایزیس مککولین. تقریبا همه سوالا از توی همین مباحث میاد. این ایمیج کورکشن هست، اگر مریض چه میدونم کج و راست باشه، خلاصه صاف نباشه، نفس کشیده باشه نکشیده باشه فلان، اینها رو در هر مبحثی اومده جداگونه چیز کرده و اومده کرایتریای هر قسمت از در واقع بدن مریض رو هم گفته مثلا خب اگه بخواید یه عکس خوب چست داشته باشین باید حتما کاستوفرنیک انگلز مثلا باید باشه، اسکاپولا باید مثلا اوتساید باشه، نباید توی لانگ دیده بشه، 3 تا ریبز باید بالای کلاویکل باشه و حالا منیبریوم مثلا باید روی 4مین مهره توراسیک باشه و از این داستان ها. و حالا باز ادامهش هم جالبه که مثال هایی که زده هم خیلی مهمه. مثلا میگه این مریض چه مشکلی داره، ما اینو چجوری اصلاحش بکنیم. خب اومده گفته بله این روتیشن داره به این شکل به این شکل و به این شکل. برای کرکشنش هم بایستی مثلا شولدر رایت مریض رو مثلا بایستی چه میدونم نزدیک‌تر بکنیم به IR یا همون در واقع فیلم رادیولوژی. پس عرض کردم اینا جدا جدا همه رو توضیح داده براتون. بعد میره توی کاردیوواسکولار آناتومیاشو میده. بعد آخرش هم همشون یه کویز خیلی خوب میگیره، سوالاش بد نیست، سوالاش خیلی شبیه به امتحان. ابدومن رو گفته، آپر اکستریمیتی، لور شولدر و حالا چیزای فشال بونز و اسکال و تروما رادیوگرافی خیلی مهمه بچه‌ها، این خیلی اهمیت داره، دایجستیو سیستم و نمیدونم یورینری و فلان. اینها
البته کامل نیست. بعدن یک در واقع مباحث تکمیلی هم بهش اضافه شد که حالا اونا رو من دارم، هر کس خواست من بهشون تقدیم میکنم. پس این مبحثی بود که ما داشتیم در رابطه با تکنیک ها و پاتولوژی. بله، آخر هر کدوم از اینا هم که داشتم عرض میکردم پاتولوژیش هم میاره، پاتولوژی های چست، نمیدونم ابدومن، همه رو اون چیزایی که لازم هست رو با تصویر. بعد دقیقاً خیلی جالبه بدونید تصاویری که تو امتحان میاد دقیقاً همون تصاویریه که در این جزوه ها هستش. در پیشنت منیجمنت هم باز یک مباحث خیلی جالبی داره، این هم باز 6 تا ماژول هستش. میاد سیفتی مریض رو چیز میکنه، کنترل عفونتش رو براتون توضیح میده، اسسمنت بیمار، اسسمنت علائم حیاتی بیمار، نمیدونم چک کردن قبل از کنتراست چیا باید چک کنیم، مباحث دارویی رو میگه، مثلا هر دارویی به چه دردی میخوره در رادیولوژی و در حالا مسائل اورژانسی. کانتراست میدیا رو میاد توضیح میده و این خیلی مبحث مهمیه. کلا میگم خیلی سرتون رو درد نمیاره، ولی واقعا با ارزش این. من واقعا اینو یک رفرنس خیلی خوب میدونم که با خوندن دقیق و صحیحش قطعا موفق خواهید شد. و مبحثی که من خودم اصلا حقیقتش دوستش ندارم، این 7 ماژول فیزیک و در واقع رادیو بیولوژی، همون رادییشن پروتکشن هست و کوالیتی کنترل و سیتی و اینها هستش. خب برایتنس و کانتراست و خیلی البته مباحث رو کلی گفته و اون چیزی که نیازه بدونید رو پرسیده. مثلا نمیاد بگه خب نمیدونم اثر پاشنه آنود و چجوری فیلامان به کجا نمیدونم وصل میشه و مدار فلان چیه و اینها رو خیلی اذیتتون نکرده تو این مباحث و نمیخواد. ولی خب یک کلیاتی از فیزیک رو شما باید بدونید در حوزه CAMRT. دوباره بریم تو صفحه خودمون، صفحه اصلیمون، ببینیم که چی داشتیم اینجا. اینجا گفته که خب اگه خاطرتون باشه راجع به رجیستریشن بود، راجع به تاریخ و هزینه اگزم بود. اگزم اکومودیشن چیه بچه‌ها؟ ببینید اینو من یادتون میدم ولی تو رو خدا لوسش نکنید که برش دارن. یعنی یه کاری نکنید که صداقت رو اینها دیگه اولویت قرار ندن. در حال حاضر اصل رو بر صداقت میذارن. این چیه؟ این شما یک نامه از پزشک مربوطتون، ترجیحاً پزشک در کانادا، ارائه میدید بهشون که من مثلا دیسک کمر دارم، نمیتونم مدت طولانی بشینم، اذیتم، درد دارم، دیسک گردن دارم، نمیدونم معدم درد میکنه، یا حتی آثار مشکلات در واقع چه میدونم ذهنی، یه چیزی آزارم میده، ترس دارم، فوبیا دارم، فلان دارم، استرس دارم، حتی چیزای این شکلی. یک نامه از پزشکتون میگیرید که آقا این مریض من نیاز به زمان بیشتری داره که بشه عدالت رو با بقیه شرکت کننده ها که سالم هستن در واقع اجرا کنیم از این طریق. که خب معمولا بچه‌ها نیم ساعت بهتون وقت اضافه میده. این نیم ساعت یک نیم ساعت طلایی من اسمشو میذارم. ولی خب اینا هم اینقدر آدمای ساده‌ای نیستن که تا شما بگید من فلان جام درد میکنه بگن خب باشه شما ما اکومودیشن بهت میدیم و نیم ساعت اضافه. بررسی میکنن، حالا بالاخره با دکترتون زنگ میزنن، صحبت میکنن و پیگیری میشن، کسی که حالا مسئول این کار هستش. در نتیجه لطفاً این رو حواستون باشه که اگر خدای نکرده اشاره که سالم باشید، دچار عارضه‌ای هستید، این میتونه بهتون کمک کنه. و این احتمال کنسل و ریفاند رو بهتون داده، گفته اگه خواستید امتحانی رو رجیستر کردید، خواستید ریفاند کنید، خواستید کنسل کنید، یه ددلاین داره، تا این تاریخ میتونید انجام بدید. و این گفته که به این شکل شما میتونید نتایج رو بگیرید. نتایج میگه به شما ما فقط ایمیل میزنیم که نتایج اومده، دیگه باید برید تو پروفایل CAMRT تون و اونجا ببینید ریزالت رو. ما به هیچ شکلی ایمیل نمیکنیم نتایج به شما. پس در واقع پیشنهاد شخص من
چون ببینید سلیقه ها و نظرات زیاده تو این قضیه. که میگه آقا من کتاب خوندم، وقت داشتم، دوست داشتم و کتاب خوندم، قبول شدم، حالا بار اول دوم فرق نمیکنه. ولی پیشنهاد من با تجربه‌ای که دارم و استفاده از نظرات مختلفی که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که این 100 تا سوالی که داره میفروشه بهتون، خودش یه 4-5 سال از تو همیشه میاد و یک ایده به شما میده که این وزن این سوالا چیه، اصلا میزان پراکندگیشون چیه، مثلا از حوزه فیزیک چقدر پراکندگی داره، حوزه تکنیک چقدر داره و عکس‌ها حتی چی میاد براتون اینها. و این $75 این ارزش رو داره که اینو بگیرید. و اینکه نکته بعدی هم باز عرض میکنم، اون پریپریشن کورس یا همون 2-3 تا کورسی که خدمتون توضیح دادم رو، اونها کفایت میکنه اگر دقیق و کامل بخونید. این دقیق و کامل خوندن خیلی حرف پشتشه. چون ببینید شما اگر که کامل یاد نگیرید اینها رو، یه چیزای ریزی رو از توش در میاره. مثلا یه میبینید 4 تا سوال رو در قالب 1 سال از شما میپرسه. خب این یک شمای کلی از داستان امتحان CAMRT بود. حالا باز اگر سوالی داشتید دوستان در قسمت کامنت ها بپرسید، بنده در خدمتتون خواهم بود. مراقب خودتون باشین، موفق باشید.